هر روز زی خود بپرس اگر مردی که امروز چه خدمت به مردم کردی. امروز گوهر مجبور است که با شما نظر خدا در پستی میگن و دستگیری هر یکی شما احتیاج دارم. ما دعا میکنیم که ایشالله یک شفای کامل بیاوی خواهر جان و هستن برادرها که انشالله تعالی هستن دستگیری میکنن. خداوند بزرگ نگهبانت باشه، اما وقت سر سلامت باشی، در بالای سر فرزندات باشی. سلام علیکم به هم مردم تاجیکستان و به مردم غریب. هر یک شما را دوستان عزیز به کانالم گوهر کلوبی خوش آمدید میگویم. دوستان عزیز با قدر قیمتی من، امروز گوهر مجبور است که با شما از نزدیک صحبت خوشا بکنه و آن چیزی که در وجود است در دلش است برای شما پیشکش گرداند. دوستان عزیز، از همه تا خواهش میکنم که در یک مشکلی هستم که و دستگیری هر یکی شما احتیاج دارم. میخواهم که در این روزی و از بینیم برای شما دستگیری کنیم. تا امروز از یکم تهش یکم چی نخواستم، فقط از شما دعای خواستم و دعای هم میخواهم. راست گپ دوستان عزیز، بیماری که من دارم روز تا روز اوج گرفته ایستاده است. نمیخواهم که مرا گبوگیم، مرا مثال مردم میگن گوهر تطمه طلبی یا تو شوهر کردی، شوهر از اون تو برآمده نمیتواند. این گپ نیست دوستان عزیز. شوهر من بسیار انسان خوب است، همه چی رو برای ما میکنه، لیکن جایی میشود دوستان عزیز که ما نمیتوانیم به یک دست صدا برآوردن. از همه شما خواهش میکنم که مرا بفهمین، به خوبی بفهمین. بیماری من بسیار روز تا روز مرا غم داده است. هر درمان درد خچه میدونه، یک درمان تو درمان نشد درد یک کسی دیگر نمیدونه. اکثریت دوستای من در بری ما بودن، هم روزایی که مرا به دست خود به بیمارخانه میبردن. میخواستم با شما درد را بگویم ولی مجبور هستم، چون که دیگه مرا یکم بیزبالش هم فایده نمیکنه. من در دوام زندگی 2 سال پره درمان گشتم، حتی دستم از حرکت کردن مانده ایستاده است. یک داروی را که استفاده می بردم همچون برای درد را کم کردن، حتی همه مرا تاثیر نمیکنه. این روزا سببی که مردم را در افیرا میبینن که گوهر فر بشتنی دوستان عزیز، همه ای ورمی است. ورمی است حسابی گردم گرمان است. دارویی که من میکنم جگری مرا زلال کرد، گردوی مرا زلال کرد. من میخوام که بالای 4 تا فرزند مادری کنم و زندگی آنها را من پیش برم. امروز مجبور شدم، از همه شما خواهش میکنم کمی هم باشد مرا دستگیری کنید. انالیزم هم بسپارم، چوبی انالیزم هم بگیرم تا به تو سر کنم. بیماری وجودی مرا خورده ایستاده است، تمام استخوانی مرا خورده ایستاده است. کسی هم دستگیری میکنه یا می ندارم، کسی هم نمیکنه می ندارم، کسی هم چی گپی چی خیلی که میفهم مرا بفهمه. خواهش من همه زنها همیه که زن هستن میفهمن مرا. باور دارم که مرا در این حالت تنها نمیمونن. کسی هم دستگیری میکنه خدا برکت بده، کسی هم نمیکنه خدا برکت بده. بخشش زیاد دوستان عزیز ناراحتتان کرده باشم، ولی مجبور بودم که برای شما این ویدیو را شنیده کنم که شما مرا بفهمید. زندگی جایی هست که مجبور میشوید تا پایت نسوزد لبی آب نمیره. از همه تو خواهش میکنم که مرا خوب بفهمید، خوب درک کنیم. خیرم نکرده سخن خوب زنین برای من پسند است، ولی خواهش من از هر یک شما این است که زنه هم باشد مرا در غریبی دستگیری کنید تا از این حالتی وزبین من برایم. خداوند نگهبانی هر یکی ما شما باشد.
دوستان عزیز بی‌طرف نباشید، کمی هم باشه کمک خودتون برسونید. خداوند بزرگ نگهبانتون باشه، هیچ وقت ما و شما را به دوست و دشمن محتاج نکنه، اما وقت رزق روزیمون فراوان باشه. سربلند باشید، مردمی خیرخواه تاجیک، زنده باشید.